خانم فیلم بردار چیه؟ شما اینو باز کردین؟ آره. کار بدی کردین. خب اونطور که معلومه من توشنه آبلوت جهان بالاخره گرفتم. خیلی دنبالش میگردم در فانتای مینی. اونو من خریدم. نره تو نخریدی یا ولی خب خودت انتخابش کردی. با پولای بابا بوده اما با مامان خریدی. جزئیات مهمه. نکنی یکم خوردی. آره خودم دوش بود دوستم شد. درشون چه فکری باز کردی. چنگولم اولی باش که چنگول که نمیخونم. اما من به زور با چنگال خوردم. خیلی خوب. بریم واسه تستش. اینو خودتون تستش. به اول من همه چیز متوجه شدم. چی؟ یه آبناتو چون حتما باید تاریخ باشه. روش تاریخ داره. خب معلوم دیگه تاریخ داره. آبناتوت نیاکن بکن. تصخه این تاریخشه. 15/9/2025 و 15/9/2027. آره جونی خودت. فقط 20-25 تو پاره کردی. میگم 5 ببینیم اینو پیدا کنیم شاید پرواز کرد که 5 هم کلا بد چاپ شده. خب بریم سر اصل مطلب. یعنی خودی میخواب بخوریمش. من خوردم. به هم که بود چقدر توستم شد. الان میرم آب میخورم میام. نه بابا نبیا. بعد فیلم باید باز کردی با شرافی رو بکنم. انتخابم بخورم. حالا ای الان میگه توستم شد. آخر شیرین میشه. من ترشی‌ها رو خیلی خوب تمام بکنم. میشه که داری پیک میزنی. حالا شوی بگیر. خرگوش هم شاید میگیرم الان. مردی کنش من نقش بازی کردم. خلاصه خیلی 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 ترش بود. اما شما هم تستش کنید. خیلی خوب بود. اگر چنل یوتیوب دارید حتما ویدیوشو برای ما بذارید و برامون کامنت کنید که گذاشتید. ویدیوش بذار همه که یوتیوب بنویسن. کامنت بکنید و نظر ترشیشو به ما بدین. از 1 تا 10 نمی‌کنم. خب چقدر از 1 تا 10 چند نمره؟ خودم به ترشیش اگه کسی مثل من زیادی ترشی رو بتونه نگه داره براش ترشیش یک از که نه 3 از 10 ترشیش. اما اگه بخوای خودش رو بگیری و ترشو بشی میشه 10 از 10. ترشیش 10 از 10. ترشیش واقعا 10 از 10. ولی من بهش آدمای معمولی. اما من بهش 8 از 10 میگم. نه بابا ترش از این کس پیدا اصلا میتونه بکنه یا نه. خب حتما یه دونه توی جهان که هست. واسه صورت خودم نشون میدم تو جهان اصلا هیچ معنی نداره. بلند تو حرف نفر اسکوتو بالا پیش بشو. اسکوتو بالا پیش بشو و آب نبات تو دندون. اینجا هم نگاه کنید. داستان یه خانومه و اکا. اینجا که خودتون میبینین یه آب نبات دست گرفته. دوم
این که اگه دقت بکنید آب نبات و مردی تو دهن زنه میذاره، زنه تو دهن مرده میذاره. به خب الان اینا داره ترشیشون میشه و دختر اچاسیش در اومده که اینجا هم معلومه. خب به خاطر همینم اینجا زدتش. فقط این مردم نوشته چی نوشته؟ اینو میخونم. گوده این نوشته آره خوبه. نوشته hard level فارسی بگم لول سخت، لول متوسط، لول آسون، یعنی نورمال. این کم تقریبا سخت، این کم سخت. چون اینجا دیگه نوشته نورمال، چون میگم نوشته کم که نه نوشته نورمال. خیلی خوب. من میام بریم عوض بشیم. عوض دو خدایی بی بابا یبو خیلی خوب. یه سلام علیکی. سلام. آیا ببینید من میتونم این در فانتا رو باز کنم یا با بده خالی میشه. اون پای همون چنگالی که باش آب نموتو خوردی و بردار. من با چنگال باز نمیکنم. پشت چنگال میتونی از قاشق هم استفاده کنی. نه میترسم ببازی. بذار خودم بکنم. بده چنگال به من. بده یه وقت نریز بگیرش. محکم بگیرش. محکم. باشه یه قاشق میگیرم. از اون دو به این کمه که سخته. بذار این طرف نگاه کنم. آخیش بهتر شد. اینمش میتونی خودت بکشی؟ بکنم اگه میتونم. بدشانسی فانتا ایرانیه، فقط مینیه. آره من نمیدونم. من داره فانتا خودم. باید نمیشه. دوباره محکم بگیرش. خیلی محکم خیلی باشه. خیلی شعر. چی گفته؟ باید که من میگه اگه من بگی میشه بگی شما میگه اگه نمیدونم صرف بگیرم سوال میشه اگه بگی آی میتونی خودت یه لحظه فکر کن چند دقیقه طول بکشه. پس فعلا صبر کنین تا ما انجامش بدیم. خیلی خوب بچه ها. خیلی خوب میگه خونه مادر بازش کردم براش. الان خودش بره به کار خودش برسه. اگه اشتباه بود مردنم تو بوی گاز و پوست پرتقال. مثلا بوی پوست پرتقال میده. گرمه. بذار من نمیدونم برم لیوان یخ بیارم بیا. نه بابا نیاری یه وقتی. باشه برو یخ بیار. بدو نه چقدر طولش داره. فعلا بیان درباره فانتا حرف بزنیم. این فانتای پرتقالیه. خودش نوشته پرتقال. اینجا هم یه دونه یه لحظه توضیحات بدم. عکس پرتقال روش زده. اینجا هم قند و چربی و نمک و اینان. این هم علامت استانداردشه. پس این استاندارده. خیلی خوب. یخ آوردی؟ لیوان هم آوردی؟ من نمیخوام بخورم. لیوان آوردم من خودم هم تو لیوان بخورم. چی؟ خیلی خوب. یخ آوردم. یخ علیبی.
مطمئنی میخواد تو این بریزی؟ کم میگیرم. 1 2 3 همین؟ آره مینیه دیگه مینیه همیشه فانتا میخوای بخوری نوشابه فقط فانتایه میخوری پنجای چی شاستن میخورم. دوربین کده کلی نکنی یا برو حق داری. چی فرماندین؟ یه داره خونه شد. راستش یه چیزی بگم سوکه میشید. هم با فانتاهای عالی فرق میکنه. ول خنده بکن ول خنده بکن منم میخوام بخورم به بودول. میریزی؟ من اینجا فیلم بردارم باید واسه من خواهی برده اصلی منه. آدم یا میره. نگاه تا یخ بیشتر یخ توش بود چون که هر نفر یه دونه یخ بود. من یکم مال خود بیشتر بود بخوریم راست میگه واقعا پوست پرتقال میده پوست پرتقال که نگفتم میگه. بده من میخوام بخوریم من خریدم. خودشو که نریختم یعنی که نریختی الان میکنم برای تو شربت فعلا خدا نگهدارتون اوه تمام شد